محله بازار رشت مثل بازارهای دیگه ایران راسته‌های جداگانه‌ای داره، مثل راسته مسگران. این بازار روبروی مسجد سوخت تکیه در خیابان مطهری قرار داره. بازار مسگران حدود 130 ساله که در اینجا قرار گرفته. به دلیل اینکه لوازم مسی خیلی مهم بوده برای خانواده‌های ایرانی، اکثر مغازه‌های این راسته مسگر بودند. مسگران یک زمانی صدای چکش انقدر بود مردم باید گوشش می‌گرفتن. اما حدود 30 ساله که دیگه در این بازار سر و صدای مسگری شنیده نمیشه و فقط به اندازه انگشتان یه دست مغازه‌های مس فروشی دیده میشه. از مغازه ما به طرف همون مسگری بود. دیگه کلا به خاطر این سر صدا دود جمع کردن، یالا ما از زنجان و اصفهان مس میاریم. 40 سال از زنجان میام رشت. اینجا مسگرا بود، کلا همه رو میشناختم. ولی همه‌شون مردن، هیچ کدوم نیست. 50 سال سنمه و میشه گفت یکی از آخرین بازمانده ها از مسگرای بازار رشت هستیم. این حرفه رو از پدر ما یاد گرفتیم و یه سری از کارا هم که پدرمون انجام داده فعلا اینجا داریم. این سینیای رشته خوشکاری هستش که تاخت پدرمونه. البته تو این راسته بجز مسگری مشاغل دیگه‌ای هم بود، مثل شانه سازی. شغل اصلیم شانه سازی که از پدرم به من به ارث رسیده و هنوز ادامه کار میدیم. اما کاروانسراها، نکته‌ای که هوشمندی اهالی رشت رو میرسونه اینه که برعکس همه کشور که بازار سرپوشیده است، اینجا بازار سرپوشیده نیست تا به خاطر رطوبت بالایی که داره از بیماری‌های ریوی جلوگیری بشه. 2 کاروانسرا از 8 کاروانسرا و 1 تیمچه از 2 تیمچه بازار فعلی در این راسته قرار داره. از دوره شاه عباس تا دوره کریم خان زند کاروان‌هایی از هند و ترکیه و بخارا می آمدن اینجا برای اینکه مال تجاری اینجا رو ببرن برای مدیترانه عرضه کنن که کم کم با تجارتخانه‌های ارمنی و اروپایی جایگزین شدند. تیمچه‌ها نسبت به کاروانسراها ورودی کوچکتر و مغازه‌های کمتری دارن. کاروانسرای محتشم سال 1384 ثبت ملی شده و کاروانسرای گلشن 1390 در نقشه ذوالفقارخان مهندس که 1249 تهیه شده. هر دو این کاروانسرا وجود دارند. تمام کاروانسرای داخل بازار رشت در دهه محرم تا حدود 20 سال پیش میزبان هیئت‌های مذهبی بودن برای عزاداری. و مسجد گلشن هم با 100 سال قدمت در کنار کاروانسرای گلشن قرار داره و شمع ریزه یا آشی و نظری مختص گیلان در گیلان تولید میشه. از مسجد سفید تا کاروانسرای گلشن قسمت اصلیه که شما میتونید شمع ریزه رو تهیه کنید. در این راسته از بازار هنوز هم خانه‌ها و بافت‌های تاریخی زیادی دیده میشه. این خانه مال اواخر دوره قاجار است، منسوب به یکی از نوادگان خاندان سمیعی هست و تا 20 سال پیش کلانتری بازار اینجا بوده. با معماری نئوکلاسیک، ایوان داره، تلفیقی از معماری محلی و اروپایی و بنبستی با حدود 100 سال قدمت. در رشت محلاتی داریم که توش کوچه‌هایی هست که جلوش در قرار داره و داخل این کوچه‌ها هر کدوم چند تا خونه قرار داره. بازار مسگران رشت اکنون در تقسیمات شهری در منطقه 2 قرار داره و از 4 طرف به خیابان مطهری، خیابان شریعتی، خیابان امام خمینی و خیابان انقلاب متصله. سید فهیمه هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، رشت.